افغانستان میگن اسلامی، اما ما در تلویزیون تکرار میشه ما تا بال آدم نشدیم. اگر ما آدم میبدیم از این ملت میبدیم ما را به ترکیه و عربستان و سعودی چه غرض است؟ دو تا چیز با عالم گرانی تر است که کش میهن و دیگهش مادر است. من در هر صحبت نه پاکستان ملامت میکنم نه ایران نه شوروی را. ز بیگانگان هرگز ننالیم، به ما هر چی کرد آشنا کرد. وطن ما را اینمی تنظیما همی شیخ الحدیثا پروفیسرها خراب کرده. میگه که از خاک سیاه گلای رنگین میکشی، از درختان میوه زیبا و شیرین میکشی. گبر ترسا را به لطف خود مسلمان میکنی، زاهد 100 ساله را یک بار از دین میکشی. پروری در دامن آذر خلیل خیش را، موسی از خانه فرعون خودبین میکشی. در زمان جاهلی در بین کفار قریش عاقل چون صاحب طه و یاسین میکشی. فیلسوف در را می پروفیسرها را گفته، فیلسوف در را نادان ز دنیا میبری، عارف از گوشه دار المجالین میکش. به خدا آنقدر خجالت است، مرا بچگکای میگه آقا یک روز باغ وش مرا نبردی. ما گفتم به خدا پیش می باغ وش خجالت هستیم. هستیم نیستیم. اگر یک خودی گوگرد تاج پاکستان هستیم، ما پاکستان اختار میتیم. جوانای ما نیمش بیکار نیمش فرار، نیمش در پودر گرفتار. یک پدر مادر یک طفلک شیرخور کلان میکنه او پودری شوه یا فرار شوه یا از طیاره بفته، آیا او به او پدر مادر چی میمانه؟ میگه بن ما در این زمانه دل شکار کو که یک دل مسلمان در 4 کلام خوش کنه. گلبرگای گلشن صوت هزار کو، کردار ما تمام سراسر خجالت است. چیزی که ما با آن بکنیم افتخار کو. ما را اگرچه فاعل مختار خواندن، در کار بار زندگی هم اختیار کو. وزیر از امضای خود غلام از کل جا، چون یک وجه زمین نبود در تصرف ما را امید فایده و کشتکار کو. بوی کثافت از به سرتاسر جهان، یک پاک و صاف انجمن بیغبار کو. هر کس نشسته بر سر راه به مقصد که حال شوهرم پیدا میشه، طفلکش میگه حال پدرم پیدا میشه. هر کس نشسته بر سر راه به مقصد میپرسم که دیده به انتظار کو. ایران روم به کار چی مجبورم، اشقری در بین شهر کابل ما کاربار کو. او به ملیاز خداش خدا بترسی، او را برا و تنظیما از خدا نترسید. او برادرای طالب از خدا بترسی متحد شوید. بیایی زیر یک بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله. به دوش خود زسیان بار دارم یا رسول الله، دل مجروح و تن بیمار دارم یا رسول الله. صفات نیک در جانم سر یک مو نمی باشد، مگم به جرم خویش چون اقرار دارم یا رسول الله. ز علم بی عمل گشته مقلب در مسلمانی، چو طوطی سر به سر گفتار دارم یا رسول الله. شدم پیر و ندانستم فریب مکر دنیا را، نظر بر دلار مردار دار بد پدک دلار نالد. دعا کنید که خدا ما شما را زیر یک بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله. دعا کنید.